یه لحظه وایسا، چون الکی نیومدم تو اکسپلور. برای اینکه میدونم تو هم عاشق چیزکیکی، مخصوصا اگه با طعم فندق و نوتلا باشه. به جرئت بهت میگم که یکی از خوشمزه ترین طعمای چیزکیکیه که میتونی امتحان کنی. کویتا رو به کمک هر وسیله‌ای که داری خورد میکنی و بهش کره آب شده رو اضافه میکنی. کرست بیسکویت رو به سمت کف و دیوارهای قالب کمربندی یا یه رینگ قطر 20 سانت فیکس میکنی و بعد یه لایه نوتلا روی کرست پایپ میکنی و به مقداری که دلت میخواد فندق رست شده روی نوتلا میریزی. قالبو بذار داخل یخچال و برو سراغ درست کردن کرم پنیر. برای درست کردن فیلینگ چیزکیک، پنیر خامه‌ای رو با شکر و وانیل و پنیر ماسکارپونه کاملا مخلوط کنین. خامه رو فرم بدین و به مخلوط اضافه کنین. در نهایت روی کرست بیسکویتی بریزین. برای تاپینگ هم میتونین از کرم فندق آب شده یا هر کرم مغز دیگه‌ای که دوست دارین استفاده کنین. تمام نکات و اندازه ها رو مثل همیشه مو به مو داخل خود رسیپی برای توضیح دادم. فقط کافیه عدد 15 رو این پایین برام بنویسی تا رسیپیشو مثل همیشه خیلی سریع برات ارسال کنم. حتما درستش کن، خوشمزه ترینه. نوش جونت.